غلامی در پیش پادشاه نشسته بود. پادشاه را خواب زیر کرد، اما هرگاهی که چشمانش را می‌بست مگس بر روی او می‌نشست و پادشاه دست افشانده مگس را دور می‌انداخت. پس از اندک پادشاه از غلامش پرسید: به اندیشه تو خداوند چرا مگس را آفریده است؟ غلام گفت: برای آن آفریده است تا قدرتمندان بدانند که گاه زورشان حتی به یک مگس هم نمی‌رسد.